شیر و با کتف و یار، گرش پیرخانی همی یا جوان، مرو را به جای تن از تو روان. جزو هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید و یاد. مرا مهر او دل ندیده گزید، همان دوستی از شنیده گزید. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتش مهر جوی. حال از زبان ندیمه ها سخن بشنوید. به دلجویی دختر مهربان شدند آن پرستندگان همزمان. به آواز گفتم ما بنده ایم، به دل مهربان و سرافکنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی. نتابد ز فرمان تو جز بهی. بپریم تا مرغ جادو شویم، ببوییم در چاه و آهو شویم. مگر شاه را نزد ماه آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، لب سرخ رودابه پرخنده کرد. رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ما، که این است روی و همین است راه. که این گفته را گر شوی کاربند، درختی برومند کاری برند. در اینجا به کار کنیزکان که انجام میدهند میرسیم. رفتن هر 5 تا رودبار، به هر بوی و رنگی چو خرم بهار. مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشکرگه زال. به دستور بانو رودابه بانوان خدمتگزار قدم زنان آهسته آهسته به چیدن گل مشغول شدند. آنقدر به سراپرده زار نزدیک و نزدیک و نزدیک شدند تا جلب توجه زار رو نمود. زار هم کنیزکان خود را برای بررسی به طرف آنان فرستاد. خبر آوردند که این بانوان به دستور بانو رودابه برای چیدن گل آمدند. پس زال زر برای هنرنمایی به بیرون از سراپرده آمد. وقتی چشمش به بانوان گلچین افتاد، اشاره به یکی از بانوان که در خدمت او بودند نمود. تیری و کمانی به دست زال دادند. زال تیر را به زه کرد و کمان را نشانه رفت و به زانو نشست و پرنده تیز پروازی را آماج تیر. یکی از آن 5 بانو را پیش خواند و انگشتری بدو داد.
و بدره زر تا با آن پرنده به نزد بانو رودابه ببرد. این انگشتری تو شاهنامه چند جا نقش داشته. یکی در داستان بیژن منیژه است که میگه که رستم به یک دست به سان پری نهان کرد در مرغ انگشتری. انگشترش رو گذاشت برای بیژن فرستاد. بانو رودابه وقتی رودابه آن انگشتری را دید از آن شکل و شمایل زال جویا شد. شدند اندر ایوان متان ترا، نشستند با ما گفتند راز، که هرگز ندیدیم این گونه شیر، رخی همچو گل روی و مویش سپید. برافروخت رودابه را دل ز مهر، به امید آن تا ببیند چه. خدمتگزاران با توصیف هایی که از زال کردند دل رودابه را بردند. حال به سخنان آن بانوان که در وصف رودابه گفتند گوش فرا می‌دهید. اگه خسته نشدید که مردی است بر سان سرو سهی. آقای ترشیدی با یک کپی گرده پی یک کلام من که لنگش کنه. حالا را بلد نمی کنم بزنید. که مردی است بر سان سرو سهی، همش زیب و هم فر شاهنشهی، همش رنگ و بوی و همش قد و شاه، سواری میان لاغر و برفرا. اینجا یه توضیح کوتاه بدم. در جنگی که رستم با کاموس میکند و اشکبوز، خاقان چین وقتی که از پیران نشانه قد و قامت رستم رو میپرسد، پیران چنین پاسخ میدهد: سر گرد دارد و ریش دو شاخ، کمربند باریک و سینه فرا. اینجا اشاره به ستبر بودن سینه زال است. برافروخت رودابه را دل ز مهر، به امید آن تا ببیند چه. خدمتگزاران شروع به صحبت کردن. دو چشمش چو دو نرگس آبگون، لبانش چو پسته، رخانش چو خون. دو بار صورت آدم اینش قرمز میشه. یکی خیلی خوشگله، یکی هم اون موقع که حیا میکنه هر چیزی اینجا قرمز میشه. تعریفی که فردوسی میکنم من نمیدونم. سراسر سپید است بویش برنگ، از آهو همین است این نیست ننگ. دیدید آهو رو؟ همه بالای آهو یه رنگ یا قهوه‌ای یا تیرگونی دیگر دارد، ولی زیر شکم آهو مطلقاً سفید است. برفت جودان پهلوان جهان، چو سیمین زره بر گل ارغوان. به دیدار تو داده ایمش نبید، ز ما باز برگشت دل پر امید. کنون چاره کار مهمان بساز، بفرمای تا مجگوییم باز. چنین با بندگان سربن که دیگر شدستی به رای و سخن. همان زال کو مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود.